با درود خدمت دوستان گرامی، درسی دیگه از درس‌های کوتاه آلمانی به فارسی .com/german رو دنبال می‌کنیم. فیسبوک ما facebook.com/almani به فارسی com و youtube.com/ashkan1978 پررو به آلمانی چی میشه؟ خب خوشبختانه پررو معادل داره و کم هم نیست معادل‌هاش. ما توی فارسی به جای پررو معمولا توی روزمره میگیم پررو، ولی معادلاش میتونه مثلا فرد گستاخ باشه، کسی که خویشتن‌دار نباشه میشه پررو، درسته؟ پس بی‌پروا به معنی حالا منفیش و بی‌خویشتن‌دار. خب بریم سراغ اولیش که واژه خیلی راحتی هست، حتما ممکنه شنیده باشید، نمیگم حتما، اگه تو آلمان بودید زندگی کرده باشید حتما شنیدید و اون فرخ هست. فرخ بعد از فیکه غیگه بعد از فمی هست، حالتی مثل خ هست. فرخ فرخ اینم خ هست. برای بگیم فرش فرش ش لوکوموتیوی هست، این یعنی تر و تازه، مثلا سبزی تر و تازه، سبزی تازه، میوه تازه، فرش فرش فرشس اوبست. خب پس این فرخ هست. فرخ یعنی پررو، فردی که بی احترام هست. مثلا بچه میاد تو خونه به مامانش میگه تو هنوز که غذاتو نپختی. خب این das ist frech. Du bist ein freches Kind. یک بچه پررو هستی. فرخ. خب فرخ رو زیاد میشنوید. unverschämt هم زیاد میشنوید. unverschämt هم به همون معنی گستاخ هست و پررو، دوتاش یه معنی میده. روزمره مثلا بچه ها و اینا معمولا اینو میگن، هر دو رو بچه ها گفتم مساویان. مثلا unverschämt میتونه چی باشه؟ میری توی مغازه یه دونه ساندویچ اونجا داده مثلا 2 یورو، شما فکر 2 یورو میگیرید، بعد میخواید حساب کنید میگه این 4 یورو بوده. das ist unverschämt. پررو هست. das ist unverschämt بی‌پروا هست، گستاخ هست. اینا اسم هم داره. به Frechheit اضافه کنیم Frechheit میشه. Frechheit. das ist eine Frechheit. میتونم بگم das ist frech صفتو بگم، یا میتونم بگم das ist eine Frechheit. یه نوع پررویی هست دیگه، اینجا اسم هست die Frechheit. یا اینجا هم heit اضافه کنم das ist eine Unverschämtheit. das ist eine Unverschämtheit. Unverschämt تشدید روی استرس روی unverschämt. das ist eine Unverschämtheit. پس همه اینا به معنی frech و unverschämt به معنی پررو. کسی هست که respektlos میتونیم از بی احترام، فرد بی احترام هم ازش یاد کنیم. respektlos بی احترام. du bist respektlos, du bist frech, du bist unverschämt. so 3 رو میدونید یعنی 3، درسته؟ یه اس و ت بهش اضافه کنید میشه dreist هم یه نوع پررویی هست. das ist این هم میتونه به همین معنی باشه، معنی frech، معنی unverschämt، dreist فردیه که واقعا گستاخه، خویشتندار نیست. مثلا میاد شما دارید یه چیزی رو مثلا فرض کنید کیکی دارید میخورید، یه دفعه کیک رو از دستتون میگیره و خودش میخوره. das ist dreist. یه چیزی از دستتون میقاپه. das ist dreist. das ist frech. das ist unverschämt. همش هست. dreist هم پس معنی respektlos، میتونیم بگیم ohne respekt به جای respektlos، میتونم بگم بدون احترام، بی احترام. ohne respekt بدون احترام کاری رو میکنه. یا respektlos فردی هم که dreist هست بدون احترامه. ohne respekt ohne Zurückhaltung معنی خویشتنداری، بدون خویشتنداری، بدون احترام. das ist er ist oder sie ist dreist. sie ist unverschämt. sie ist frech. همه یه معنی میدن. sie ist respektlos بازم همونه. پس هر کدوم از اینا رو خواستی استفاده کنید میتونید استفاده کنید که این دوتا تقریبا unverschämt و frech رو زیاد میشنوید. dreist رو ممکنه یکم کمتر بشنوید، یکم اونم هستا. خب معنی دیگه هم هست، مثلا فرد بی تربیت، مثلا unerzogen یعنی تربیت نشده. unerzogen به گنا دقت کنید، گنا معمولا گن خونده میشن. مثلا sagen. در سایت ترجمه هم توی در سایت almani-farsi.com/german اگه برید
یه بخش داریم، بخش کاتگوری، بخش تلفظ هست. اونجا یه سری چیزها رو خواهید دید که معمولا تو کتابا و توی مدارس کلاس‌های زبان گفته نمیشه. یه سری چیزها رو اونجا من دسته‌بندی کردم تحت عنوان Aussprache یا تلفظ، میتونید ببینید. خب Frechheit اسمش هست. Unverschämt Dreist Dreistigkeit دیگه هم بزرگ نیستم چون دیگه اسمه. میتونم بگم das ist eine Dreistigkeit. یه گستاخی هست، یه پررویی هست. باشید میشه sein اگر به صورت رسمی بگم. اگر به چند تا از دوستان بگم باشید میشه seid. اگر به یه نفر یا چند نفر به صورت رسمی بگم میشه seien sie. اگر به یه نفر یکی از دوستان بگم به صورت خودمونی بخوام بگم میشه sei. این حالت امره، فعل sein که معنی بودن میده. خب حالا من مثلا میخوام چند تا تمرین بهتون بدم. اینقدر پررو نباش. یا تو خیابون یه نفر رو دیدم، مثلا من پارک کردم یه جایی، میخوام پارک کنم، در نقب میخوام بیام پارک کنم، اون از جلو سر جلو میره تو. Das ist eine Unverschämtheit, das ist eine Frechheit, das ist eine Dreistigkeit. من میگم اینقدر پررو نباشید به فردی که نمیشناسم تو خیابون جای پارک منو میخواد بگیره. خب چند تا تمرین در این مورد میدم که با فعل ایمپراتیو، فعل sein، ایمپراتیو یعنی امر فعل sein هم یه چند تا جمله بسازید. امیدوارم این درس‌های کوتاه هم بهتون کمک کنن. لیست اصلیش هم توی سایت میتونید توی youtube.com/ashkan1978 برید توی پلیلیست چطوری به آلمانی میگیم. اونجا داریم چطوری به آلمانی میگیم، پلیلیست داره و همه این درس‌ها به ترتیب میان. خب تا درس بعد، auf Wiedersehen.